تصدیق کردن تعریف‌های نیروی برق و گرمی به صلاحیت حکومت جمهوری تاجیکستان طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره این صورت طبیعی منصوب میباشد و پیشنهاد برق تاجیک و وزارت انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان در خصوص با اعتدال آوردن وضع مالیوی برق تاجیک به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است. در اساس سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری بین اداروی از حساب وزارت اداره‌های داخلدار تأسیس داده شده است. با نظر داشت پیشنهاد گروه کاری بین اداروی به حکومت جمهوری تاجیکستان خدمات زیرانساری از حکومت جمهوری تاجیکستان طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره انحصارات طبیعی لایحه سند داخلدار را یعنی لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان را طبق رگلامنت حکومت جمهوری تاجیکستان با نظرداشت خلاصه وزارت اداره‌های داخلدار به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و در این اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است که شما آگاه هستید از 22 ایون سال 2019 تحت رقم 329 درباره تعریف‌های نیروی برق و گرمی و مورد عمل قرار دادن قرار مذکور از 1 سپتامبر سال 2019 پیش بینی شده است و تعریف‌ها برای اهالی در سطح 22,166 دیرم مقرر گردیده. یعنی جناب رئیس دلیل اصلی این بهتر کردن وضع مالی برق بله وضع مالیوی شرکت برق تاجیک است، یعنی که هر یک شرکت باید وقتی که هیچ کس با ضرورت خودش کار نمی‌کند. شما وارستید که وضع مالیوی شرکت برق تاجیک بهبودی را طلب می‌کند و اون خراجات‌هایی که واسه به استحصال و خدمت رسانی نیروی برق است حتما باید روپوش کرده شود. ببخشید در همین سوال شما میگید که وضع بهتر هر یک وزارت پیشنهاد کند که ما وضع مالی بهتر نرخ بلند کند این حمایت حقوق استعمال کننده چی میشه؟ ما مثلا امکان پرداخت پول نداشتیم همچون استعمال کننده چی میشه؟ اینجا وظیفه خدمات چی میشه؟ نیروی برقی که حاضر عمل میکنن برای اساساً اهالی و دیگر گروه استعمال کنندگانی که نیروی برق استفاده میبرند ارزش اصلی اون رو خوانده نمیتوانند. برای همین با سبب رویپوش کردن خراجات‌های حق واقعی برق تاجیک تعریف‌ها منتظم زینه به زینه از سال 2015 شما آگاه هستید که 15 یا 16% بلند شده است. یعنی که هر یک چیز باید روی خراجات خودش رو رویپوش کنند. امروز مبلغ‌های کلانی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از تشکیلات‌های بین‌المللی و دیگر دولت‌ها جلب شده است برای بهبودی ساحه انرژتیک رسما روان کرده. شما اگر اواسط نزدیک قریب 2 میلیارد قرض‌ها و گرانت‌ها به ساحه انرژتیک جلب شده است و آهسته آهسته برای رویپوش کردن برگرداندن این قرض‌ها و تعرفه باید از حساب مشتریان رویپوش کرده شود، نه اینکه حساب بودجه دولتی. و هر یک امروز ما در اقتصادیات بزرگانی عمل کرده است در جمهوری تاجیکستان آن خدمت رسانی که مالی که کاری که میشه باید حتما رویپوش کرده شود و فایده ایلاوگی که برای رشد این بعده ساحه ضرور است باید عملی کرده شود. برای همین تعریف‌ها منتظم برای استعمال کنندگان بازنگری کرده شده است.